کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرد که یک شهروند جمهوری اسلامی ایران را با اتهام پنهان کردن سلاح در دوشنبه بازداشت نموده است. شام 5 دکبر تلویزیون تاجیکستان گزارش ویدیویی کمیته دولتی امنیت ملی را نشر کرد. در این گزارش محمد عبدی احمدعلی شهروند ایران با آن متهم می شود که گویا با میرشکر زاهیدوف ساکن شهر دوشنبه سال 2013 در منزل زیست بحرالله نعمتوی 40 ساله یک اتومات کلاشنیکوف با 2 تیردان و 57 دانه تیر و یک تپانچه تمغه مکرف با 3 تیردان و 13 تیر را پنهان کرده است. محمد عبدی احمدعلی و بحرالله نعمتوف در بازداشت قرار داشته میرشکر زاهیدوف تحت جست. در شرح بازداشت شهروند ایران گفته می شود گروه های منفیت‌دار از جانب خواجگان خارجی دستگیری مالیوی یافته مقصدهای جنایتی خود را عملی می کنند. محمد عبدی در این گزارش ویدیویی اقرار می شود که سلاح را از میرشکر گرفته است ولی شهر نمی دهد که با کدام مقصد. بحرالله نعمتوف نیز در یک صحبت کوتاه میگوید سال 1995 محافظ ملا قاسم گفتنی شخص از شهر وحدت بوده عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید نسبت به این حادثه بر اساس ماده 195 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی غیرقانونی پنهان کردن سلاح پرونده جنایتی باز کرده است. در حالی که بسیار جزئیات دیگر این قضیه ناروشن است و سنجیدن درستی این اتهام امکان ندارد، در گذشته مقامات تاجیک ایران را در سرمایه‌گذاری کشتارهای پر سر و صدای سالهای 1990 و آغاز سالهای 2000 در تاجیکستان نامیده بود. جمهوری ایران این اتهامات را بی اساس نامیده است.